در این آموزش یک راه بی‌نظیر رو برای پیدا کردن اوردر بلاک ها با هم بررسی می‌کنیم. این آموزش برای رشد حساب ها بسیار پرسود خواهد بود. درود بر شما، من کامران هاشمی‌نیا هستم از آکادمی کوچ ترید. امیدوارم که هفته معاملاتی خوبی رو سپری کرده باشید و امیدوارم که روزهای پرسودی در انتظارتون باشه. خب اوردر بلاک چی هست؟ اوردر بلاک مناطق هستن که بانک ها یا مؤسسات مالی بزرگ در اونجاها پندینگ اوردر هاشون رو قرار میدن، یعنی اوردر هایی رو به صورت بلوک شده در اون مناطق قرار میدن که قیمت وقتی به اون بلوک ها برمیگرده دوباره جهت روند قبلی سایکل بازار میشه. یعنی اگر بازار روند صعودی داشته و در اصلاح بوده و شما اصلاح عمیق داشتید و فکر میکردید که اینجا دیگه پایان رونده، از همونجا بازار رو برمیگردونن و در روند صعودی هم باز به همین شکل این اتفاق رخ خواهد داد. اوردر بلاک ها در بازار بسیار زیاد هستند، ولی اوردر بلاک های مهم رو اگر بخوایم شناسایی بکنیم و در جهتشون معامله بکنیم باید یک سری نکات و یک سری قواعد رو رعایت بکنیم تا بتونیم با همون بانک ها، بیگ بوی ها و یا هر نهنگ ها و اصطلاحات اینچنینی که در بازار هست همراه بشیم. این نکات رو توجه بکنید، تمرین بکنید و به کار ببندید تا بتونید سودهای خوبی رو از بازار کسب بکنید. لطفاً به تمام نکات و ریز نکاتی که خدمتتون عرض میکنم توجه بکنید، چون هر کدومشون رو که رعایت نکنید ممکنه که اون اوردر بلاکی که پیدا کردید اوردر بلاک مهمی نبوده باشه و شما رو به جای اینکه وارد سود بکنه وارد ضرر بکنه. خب شماتیک کلی کار به این شکل هست که اول ما یک روند نزولی داشتیم، وارد یک ناحیه‌ای شدیم که بازار از اونجا برگشته. تا اینجا ما با بازار کاری نداریم. اتفاقی که میفته این هستش که ما وقتی که بازار اصطلاحاً ریورس میشه، آخرین لوورهایی که تبدیل به این لوور لوه شده رو پیدا میکنیم، یعنی این نقطه، و منتظر میمونیم تا شکسته بشه. وقتی که شکسته شد این منطقه رو به صورت یک ناحیه رسم میکنیم و منتظر میمونیم تا قیمت به این ناحیه برگرده. وقتی که به این ناحیه برگشت، این روند نزولیه دیگه، منتظر یک کندل صعودی بعد از برخورد با این ناحیه میشیم. وقتی که کندل صعودی رو دیدیم بدون اینکه تعللی بکنیم بالای این کندل صعودی اوردرمون رو میذاریم و یک معامله 1:2 یا 1:1.5 باهاش باز میکنیم. پس در روند نزولی باید حتما سطح لوورهایی که منتج شده به این لوور لوه شکسته بشود و قیمت برگردد و دوباره حرکت رو ما اینجا باهاش آغاز میکنیم و منتظر اون فشار خریدی که در بازار انتظار داشتیم میشیم. رنگ این کندلی که کندل اوردر بلاک ما بوده، همونجور که در تصویر میبینید قرمز باید باشه در روندهایی که از نزول میخوایم بیایم، یعنی کندل رنگ مخالف حرکت. و در بحث صعودی هم باز به همین شکل هست. در اوردر بلاک های نزولی هم شما یک روند صعودی رو تجربه کردید، به یک ناحیه خورده، برگشته، ناحیه رو اومده با یک روند قدرتمند شکونده، برگشته به بالا و در اینجا ما باید بعد از برخورد به ناحیه‌ای که رسم کردیم یک کندل پرفشار نزولی رو ببینیم و فقط یک کندل، و اونجا هم معامله فروش رو باز میکنیم به اندازه 1:2 یا 1:1.5 که میتونیم از
معامله سود ببریم. یک نکته دیگه هم که خدمتتون باید بگم این هستش که ممکن است این حرکت بیاد حتی این رو با یک شادو اینگولف بکنه که اینگولف نمیشه، فقط با شادو رد کرده، این سطح رو رد کرده. با شادو وقتی این سطح رو رد کرد شما نگران نباشید، به محض اینکه باز دوباره کندل پرفشار نزولی رو در اینجا دیدید یا اینجا کندل پرفشار صعودی رو اینجا دیدید میتونید باهاش وارد معامله بشید. حالا بریم چند تا مثال در موردش ببینیم. خب روی پوند به یو اس دی هستیم در تایم فریم 1 دقیقه. به خاطر این تایم فریم 1 دقیقه رو انتخاب کردم که بهتون بگم که این استراتژی مولتی تایم فریم هست و تو تمامی تایم فریم ها میتونید ازش استفاده بکنید و سودهای خوبی رو ازش کسب بکنید. همونجور که میبینید یک روند نزولی داشتیم که آخرین لوئرهای ما اینجا بوده و لوئر لوی که تشکیل داده اینجا بوده. من اینجا رو یک علامت میزنم و بعد از اینکه این علامت رو زدیم باید صبر بکنیم تا این لوئرهای ما اینگولف بشه یا اینکه شکسته بشه و سمت بالا حرکت بکنه. همونجور که میبینید اینجا با یک کندل روندار این قضیه شکست و قیمت برگشت به ناحیه اوردر بلاک ما. وقتی که به ناحیه اوردر بلاک ما رسید منتظر یک کندل صعودی میشیم و وقتی که این کندل صعودی برای ما زده شد شما وارد یک معامله لانگ خواهید شد. چرا؟ چون اوردر بلاک آخرمون اوردر بلاک صعودی خواهد بود و معامله رو 1-1 کنیم یا 1-2 ادامه خواهید داد. وقتی تایم فریم رو میارید پایین تر انتظار سودتون رو هم باید بیارید یه مقداری پایین تر، چون ممکنه یه جاهایی یه اوردر بلاک هایی پیدا بکنید که اون اوردر بلاک اصلی نباشه و شما رو دچار مشکل بکنه. مثلا اینجا ببینید ما اینجا یک سطح داشتیم که این سطح اینجا شکسته شده، درسته؟ کندلی که اینجا برای ما تشکیل شده این کندل هست که من دقیقش رو بخوام بکشم اینجا میشه. وقتی که اینجا شکسته میشه میره بالا برمیگرده به ناحیه اوردر بلاک من برخورد میکنه و اینجا شما وارد پوزیشن میتونستید بشید. پوزیشن لانگتون رو میگیرید، استاپ زیر ناحیه اوردر بلاکتون و وقتی که این شکلی دارید بهتر اینه که بیاید بذارید زیر آخرین کندلی که بعد از اوردر بلاکتون حتی تشکیل شده و اینجا اگر میخواستید معامله 1-2 بگیرید معامله 1-2 رو به شما میداد، ولی دوچار چی میشدید؟ مشکل میشدید. چرا؟ چون بازار یک بار دیگه به بریک ایون اینجا میخواست برخورد بکنه و برگرده و بعد بیاد وارد معامله بشه، یا اینکه ریسک این رو قبول بکنید که بازار اگر برگشت بیاد اول استاپتون رو بزنه به خاطر اینکه این کندل اینجا به وجود اومده، بعدش بیاد ریسک به ریوارد شما رو بهتون بده که اینجا هم باز به ریسک به ریوارد 2 نمیرسید، 1/9. بهترین حرکت وقتی که دارید تایم فریم پایین کار میکنید این هستش که ریسک به ریوارداتون رو نهایتا 1-1 کنیم و بهترین حالتش این هستش که 1-2 بگیرید. وقتی که 1-2 بگیرید دیگه درگیر این مسائل و اینجور ماجرا نمیشید. بله تیپیتون کوچیک میشه ولی راحت هستید و فشار روانی به شما وارد نمیشه. این جور استراتژی‌ها که بخوان سریع عمل بکنن اسکالپرها میان از این استفاده میکنن و با 2-3 تا کندل از بازار خارج میشن. همونجور هم که میبینید در فاصله خیلی کوتاهی ما 2 تا اوردر بلاک پیدا کردیم که میتونیم باهاش معامله بکنیم. حالا بریم اوردر بلاک نزولی هم ببینیم. برای اوردر بلاک های نزولی باید روی سقف ها بیایم دنبالش بگردیم، جاهایی که روند دار هست. اتفاقی که میفته این هستش که شما وقتی که اینجا آخرین کندل که باعث نزول شده است رو میبینید اینجا رو به عنوان یک ناحیه برای خودتون رسم میکنید. وقتی که این ادامه پیدا میکنه آخرین هایر لو شما رو میاد این گلف میکنه. وقتی که این گلف کرد یا شکست یا ردش کرد و تو برگشتش شما اینجا برخورد رو میبینید که به این اوردر بلاک برخورد کرده و بعدش منتظر یک فشار فروشی
منتظر این فشار فروشه میمونید و اینجا میتونید وارد یک پوزیشن شورت بشید و استاپتون بالای ناحیه اوردر بلاکتون هست و تیپیتون هم همونجور که عرض کردم 1/2 میتونید بذارید یا 1/1.5 میتونید از بازار خارج بشید. این هم مثال نزولی هستش که میتونید در رابطه با اوردر بلاک ها استفاده بکنید. چند تا نکته خدمتتون عرض میکنم، این نکات رو مد نظر داشته باشید و حتما رعایت بکنید تا دچار مشکل توی اوردر بلاک ها نشید. ما اوردر بلاک ها رو در انتهای روند صعودی یا انتهای روند نزولی باید پیدا بکنیم. بعد از اینکه اوردر بلاک تشکیل شد منتظر این میمونیم که یک BOS اتفاق بیفته. حالا BOS چیه؟ من همونجوری های لو، لویر های فلان و اینجور برنامه توضیح دادم. شما آخرین سطحی که دارید که باعث این تشکیل این اوردر بلاکتون شده این رو انتخاب میکنید و بعد این وقتی که شکسته میشه اصطلاحاً در مباحث اسمارت مانی بهش گفته میشه BOS یا Break Off Structure. حالا خیلی مهم نیست، درگیر اسما قرار شد نشیم و باید با یک کندل روندار پرقدرت این ناحیه شکسته بشه. بعد صبر میکنید که به ناحیه اوردر بلاکتون پول بک بزنه. بعد اینکه پول بک رو دیدین یک کندل در جهت اوردر بلاک رو معامله میکنید. یعنی چی؟ یعنی وقتی که اوردر بلاک اینجا همه فکر میکنن این اوردر بلاک صعودیه، در صورتی که این اوردر بلاک نزولیه. اوردر بلاک نزولیتون رو پیدا کردید، پول بک بهش خورد، صبر میکنید تا یک کندل فشار فروش توش ببینید. بعد اینکه اون کندل رو دیدید در کلوز اون کندل وارد پوزیشن میشید و باهاش در معامله 1/1 تا 1/2 حرکت میکنید. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید برای دوستانتون حتما بفرستید. حتما این ویدیو رو لایک بکنید تا افراد بیشتری بتونن ببینن و ممنون که کانال ما رو سابسکرایب میکنید و ممنون از مهربونیاتون. امیدوارم که شاد و پرسود باشید.